ماهی زرین. قصه مردم هندوستان. در ساحلی دریای بزرگی در کلبه کهنه و فرسوده پیر و کمپیر زندگی می کردند. آنها نهایت قشاقانه عمر به سر می بردند. پیرمرد هر روز برای ماهیگیری می رفت. کمپیر ماهی می پخت. آنها همین طور روز می گذرانیدند. بار پیرمرد طور خود را از آب کشیدنی شده حس کرد که طور خیلی وزین است. با تمام قوت طور را کشیده به ساحل برآورد. در طور ماهی کلانی زرین می درخشید. ماهی زرین به زبان آمده گفت: مرا نکش پیرمرد، به خانه‌ات نبر. مرا به دریا سرده و هر چیزی که خواهی از من طلب نما. از تو چی طلب کنم ماهی زرین؟ گفت پیرمرد: من نه خانه دارم، نه یک کف برنج که گرسنگیم را رفع نمایم، نه لباس که تنم را پوشانم. ماهی گفت: به خاطر جمع به خانه ات رفت. تو اکنون هم خانه، هم خوراک و هم لباس داری. پیرمرد ماهی را به دریا سر داد و به منزلش برگشت. آمد و خانه‌اش را نشناخت. به جای کلبه خسین عمارتی زیبای و مستحکمی چوبین می ایستاد. در داخل خانه برای مهمانان میزهای قطار، در بالای میزها طبقهای پر از برنج می ایستادند. لباسهای نو و زیبا رخت زدگی بودند. پیرمرد به کمپیرش گفت: دیدی کمپیر، بخت ما خندید. پیشتر ما هیچ چیز نداشتیم، حالا همه چیز داریم. به ماهی زرین که امروز به طور من افتاد تشکر بگو. کمپیر سخنی شوهرش رو شنیده آه کشیده گفت: آی موی سفید، مویهایت سفید شده باشند هم مثل کودک عقل نداری. این چه خواهشی بود که تو از ماهی کردی؟ زود برگرد و به نزد ماهی رفت. از او 5 خدمتگار و خانه طلب کن که در آن شاه زندگی کرده تواند. بگذار آن خانه از خزینه های پر از سیم و زر، در صحن حولی اسب و عربه قطار و عاقل ها از گاو و برزگاو پر باشند و باز خواهش کن که تو را حاکم اعلان کند. پیرمرد میل رفتن نداشت، ولی با کمپیرش بحث کرده نتوانست. به لب دریا آمد و در ساحل نشست و ماهی را فریاد کرد: از آب برآ ماهی زرین، به نزدم بیا ماهی سحرآفرین. بعد از لحظه آب دریا تیره گشت و از قعر آن ماهی زرین برآمده به پیرمرد نگریست. گوش کن ماهی زرین، گفت پیرمرد، من از تو مال و ملکی زیاد گرفتم، ولی زنم ناراضی است. میخواهد که تو مرا حاکم تعیین کنی. موی سفید دیگر خواهش های کمپیر را گفت. ماهی زرین سخنان پیرمرد را گوش کرده گفت: بگذار همین طور شود. ماهی این را گفت و زیر دریا رفت. پیرمرد به خانه اش برگشت. دید که همه مردمی گرد و اطراف جمع شدند و در دست کرنه و سرنای
گلچنبر و تحفه ها دارند. نقاره زدند و کرنه و سرنی نواختند. پیرمرد را به تخت روان شناندند. به کتف برداشته به خانه‌اش در آوردند. آن خانه نه، قصر بود. پیر و کمپیر اکنون خوش و خرسندانه عمر به سر می بردند. 1 ماه نگذشته کمپیر باز به پیرمرد چسبید. زود به نزد ماهی رو و گوی که تو را شاه جهان اعلان کند. رو و گوی که اگر این کار را نکند خودم نزدش می روم و جنجال می کنم. گفت کمپیر. من می روم. گفت پیرمرد. الکی از یاد برآورده ای که چی خیل زندگی می کردیم؟ جواب داد پیرمرد. پیرمرد دور و دراز بحث کرد، ولی پیرزن قبول نکرده با اصرار موی سفید را نزد ماهی فرستاد. پیرمرد آمد و در لب دریا نشسته ندا برآورد. از آب برآ ماهی زرین، به نزدم بیا ماهی سحرآفرین. پیرمرد 1 بار، 2 بار و 3 بار ندا برآورد، ولی ماهی از قعر دریا نبرآمد. موی سفید خیلی منتظر شده نشست و بعد آهی وزنین کشیده به خانه برگشت. در جای قصری با حشمت باز همان کلبه ویرانه ایستاده است و در داخل آن کمپیری جنده پوش و افلاس. پیرمرد به او نگاه کرده گفت: ای زنک زنک، آخر به تو گفته بودم که نفسی بد بلای جان. خسیسی و بدنفسی کنی، مالی داشته ات را نیز از دست می دهی. اینجا افسانه ما به پایان رسید. به کانال ما abone شدن را فراموش نکنید. خانه آباد و سربلند باشید.